بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 رجب که مطابق است با 5 اردیبهشت، یک جلسه تاریخی در سیستان و بلوچستان و مرکز زاهدان است و یک فرصت است در واقع برای مردم عزیز مسلمان، هم مردم عزیز ایران و هم کشورهای هم مسلمانانی که در کشورهای همجوار زندگی می کنند. انشاءالله این جلسه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ معنوی در سطح بالا است. به امید خدای عزوجل انشاءالله امیدواریم که انشاءالله مردم در این جلسه در حد وسیع شرکت کنند انشاءالله و استفاده نمایند. و درخواست دعا هم داریم از مردم که دعای خیر کنند این جلسه به برگاه الله تعالی مقبول